در اخیر برنامه امروز دوست داریم نوای همدلی، وحدت و آزادی را با استفاده از استاد خوش‌آواز آقای امان الله شریفی با یک پارچه آهنگ زیبا دوباره در دلهایتان تازه کنیم. پس شما را بیشتر به انتظار نمیمانیم و همچنان بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم که تا این دم با ما همراه بودید. آخرین برنامه خود را تقدیم میکنیم با صدای استاد امان الله شریفی تا دلهایتان پر از عشق و محبت وطن گردد. یک بار دیگر سپاس از حضورتان در برنامه امروز. در پند به دوای سرزمین من